رئیس سفید دیگر که من قبل از اون 10,000 دلار تقسیم میکنن. بعضی ها در تشنابا میرن، از تشنابای ورقا را به یک شکل از اشکال میبرن. من اعتراضام کردم 3 میلیون دلار تقسیم شد در ولسی جرگه به هر صورت. اما بدبختانه وقتی که رأی حساب می شود من قبول میکنم که من 55 گرفتم، من 53 اما رحمانی 123 رأی گرفت، ضرورتش 124 رأی بود. یک رأی کم هست، رئیس نیست، انتخابات میره به دور دو، فیصله ماینمی است، با زور هر کسی در ریاست ولسی جرگه میشینه. باز ما هم رئیس هست، دستای ما هم بند نیست. اگر به خاطر مردم افغانستان کسی کار میکنه همراهش کار میکنیم، اگر به زور از زور کار میگیره همراهش به زور پیش میره.